با صدف مرواریدساز آشنا هستی؟ این پست رو ببین تا داستانش رو واسط بگم. در اعماق آبهای شور و شیرین صدف‌های دو کفه‌ای تختی به نام اویستر وجود داره که مروارید سازن. زمانی که دهان این صدف‌ها باز میشه، ناگهان یک جسم خارجی مثل دانه شن یا یک حشره داخل آب گرفتار صدف میشه و صدف سعی میکنه این جسم خارجی رو دفع کنه یا ایزوله کنه. و اینجاست که ماده از جنس کربنات کلسیم از غدد صدف ترشح میشه و این ترشحات آهکی اطراف اون جسم رو میپوشونه و در این حالت مروارید ما شکل میگیره. هرچه مدت زمان این ترشحات بیشتر باشه، تعداد لایه‌های آهکی که به نیکر معروفه بیشتر میشه و مروارید درشتر و زیباتر میشه. میدونستی رنگ این مرواریدهای طبیعی بستگی به محل زندگی صدف‌ها داره؟